الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن علينا باتباعه الذي جعله سببا لحصول رحمته ومحبته كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابتداء از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل خیر شرکت دارند، باور کنید به خدا قسم مجلس‌های از این بزرگتر را دیدیم، اما شرکت این قدر بزرگا را در یک خانه با ندرت داده نمی‌بینم. باور کنید انشاءالله از در دیوار این خانه امروز امشب نور بریده است. از نام حضار محترم، از نام دملاها، خاریها، حاجیها، عزیزانی که اهل خاندان هستند، مهمانای خاندان هستند، برادرمان حاجی تویچیبه که به خاطر همین محفل خیر، محفل دعوت، محفل امر به معروف و نهی از منکر تبریک و تهنیت و از درگاه خداوند رب العزت از برای فرزنداش، از برای اهل خاندانش، از برای مهماناش که امروز در خاندان شرکت دارند در این محفل خیر بهترین تمنیات آرزو دارم. واقعا این محفل و معرک‌ها به خدا قسم چشم آب و هوا در جامعه ما ضرور است. امروز قطعی دملاها می اومده همین فقط گیله و شکوه از همین بود که مردم متاسفانه از کمبود و از نرسیدن امر به معروف و نهی از منکر آهسته آهسته آداب و اخلاق گم کرده است. باز از همین رمکه آدمگری مسلمانی شد مثل از رمکه آدمگری خارج شده است. بعض هم به خدا قسم چیزایی میشنوی که ترک سری آدم میلرزد. واقعا جامعه احتیاج دارد به پند نصیحت و همین محفل‌های خیر. حضرت شیخ عطار قصه میکند، شنیدم من که بود است استاد که خرگون کرده رو آواز داد. حضرت میگه با شنید من یک مردک بود است، او را همین کسبش همین بود است که در بزرگ کسی اگر خرش گم میکرده است یا همین جای معین داشته است، خرو را پیشش می‌آورد و این صدا میداد است: ای مردم، اگر ما بودو کسی خر گم کرده باشه بیاین شما شما بروریم بتیموش. بعد در بدن خدمتش یک سوال میگرفته است: چه کرد این کار سال 60 و 70 پس 71 در نزد افتاد. همین یک عمر مدید کسبش همین بود است. نه روزه و نماز و نه مسجد نه پای صحبت موعظه. در 71 سالگی میگه در سکرات مرگ رفت. چه عزرائیلش در پرده آمد مگر پینداش خرگون کرده آمد. ملک الموت اومده است به سرش برای قبض رو. یکی دید چشمش دید، خیال کرد که یک عمل بیچاره کسبش هم یابید. خیال کرد که کسی از خرگون کرده است، خرکوی اومده است. بجست از جای خودش روزن پیش، برون کرد از در روزن سری خیش. ای جوش پرید خیست، اینم تری روزنه داشت از خودش. اینم روزنه که الحمدلله خدای حاجی نبوده است. کلاش این روزنه بیرون کرده، زبان بکشاد که یاران که هستید خره با جان کی دید اینجا فرستید. ای بچه که صاحبای خر اومد یا اون خره که جل داره تقم داره همون رو بگیره بیاره به صاحباش تسلیم کنه. اینا ببینه در وقت سکرات مرگ در یادش فقط همون خره و جولی خره و خرگون کرده. به حضرت نصیحت میکنه: عزیزو، هر کی دلالی خره راست، خره زیست و خره مرد و خره خواست. کسی که اینجا زی مادر کور زاید به چشمشون به اخلاقی کشوید. همین رعدون کرده و زلیل در این دنیا خاری روز قیامت هم هست نمید. هرگز فراموش نکنید. تو را امروز باید کرد کاره که بیکارت نخواهد بود باره. قدم در راه دین باید نهادن
رعونت بر زمین باید نهادن و قدم را راسخ و استوار در جاده شریعت ماند. او کتگی و فقط کبر افتخار تا سپرتا که در این بارگاه کبر افتخار جا ندارد. اگر مردی محاسن همچو مردان طهارت جای را جارو گردد. سبحان الله. اگر به شرط همین دنیا گفتیم دویدیم و پریدیم و جهیدیم عاقبتش همین میشود. به هر چیزی کند عادت زبانت به وقتی مرگ آید در دهانت. احتیاط کردن در کار. در همین مجلس ها زیادتر شرکت کردن در کار با اهل علم آمیخته بودن در کار از برادرای عزیز. و اینو به خدا قسم واقعا پشیمان میشیم، پشیمانی صورت میکنیم. همین هر پیغمبری که صاحب شریعت است او را رسول میگن. البته رسول نبی بخواتر میشود. همه رسول نبی هستند اما همه نبی ها رسول شده نمیتونند. در شمارشون هم خیلی فرق میکنه. در حدیثی که ابن کثیر در تفسیرش آورده است، حدیث ابوذر که در فضایل اعمال گفتش میشه. حضرت ابوذر غفاری رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله کامل انبیا پیغمبرو چی مقدارند؟ حضرت گفت 124,024 124,000 پیغمبر است. با سوالش کرد کمی رسول منهم از همین میان چند تاش رسول هم؟ حضرت گفت 313 او 12 او 15 او 17. یعنی 313 نفر تا 319 نفر. ببینید 124,000 پیغمبر های میان شو انمی 314 نفرش رسول هم باقی مدوش همین نبی هم. در میان همین 313 رسول از همه بزرگترینش 5 تا اینا را پیامبرای اولوالعزم میگن. خداوند میگه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. از این 5 نفر ما میثاق غلیظ گرفتیم، یعنی شرطنامه ای که دیگه بستگی بینوایت قوی و سخت است. ای دیگر شرطنامه فرق میکنه. یعنی که اهمیت دعوت اینو از دعوت دیگرو فرق میکنه. میشیشو خیلی مقصد شدیدتر و وسیعتر است. این 5 پیغمبر، همین 5 تا پیغمبر اولوالعزم که از همه پیغمبرها بزرگترند، به همون ترتیبی که خداوند در قرآن آورده است به همون ترتیب میگه. و اخذنا منک میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم علمو میثاق غلیظ اول است گرفته. انم عهد پیمانش سخته. و من نوح دویم نوح علیه السلام و ابراهیم سیمش ابراهیم علیه السلام و موسی چهارمش موسی علیه السلام و عیسی ابن مریم پنجمش عیسی پسر مریم. همین 5 پیغمبر بزرگترین پیغمبر هستند. در بینشو موافق همین ترتیب از همه بزرگتر محمد صلی الله علیه و سلم است. ببینید در جای دیم نوح علیه السلام است، جای سوم ده حضرت ابراهیم خلیل، جای چهارم ده حضرت موسی و نهایت جای پنجم حضرت عیسی علیه السلام. یعنی نوح از یکی از بزرگترین پیغمبران. حتی در حدیث ها میبینیم مردم میگه در روز قیامت نزدش میبینن که یا نوح پیش پروردگار طلب شفاعت اولین رسول هستی در روی زمین. اگر چنده که اولین پیغمبر همه میدونن که آدم علیه السلام است، اما اول پیغمبری که بر ضد مشرکا خدای تعالی مبعوثش کرده است نوح علیه السلام است. او زمان آدم علیه السلام بود همه مؤمن بودن، اما زمان نوح در کافر و اکثریت تشکیل میکرد. خب نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خنوخ و هو ادریس علیه السلام. حضرت نوح نام پدرش لامک است، نام باباش متوشلخ، نام بابا کلانش ادریس علیه السلام. همین ادریس اصلا نامش خنوخ است. از بس که اول شخصی هست که نوشته است، خواندن و نوشتن توانگر، نام مقصد که تخلصش ادریس شد، نامش خنوخ است. یعنی که ابیره حضرت ادریس علیه السلام است. خب در مسئله که کی زندگی کرد، کی فعالیت کرد،
اما امام طبری در تاریخ معروفش آورده است میگه 126 سال بعد وفات آدم علیه السلام تولد شده است حضرت ابن کثیر آورده است با یک روایت میگه همین چیزی که اهل کتاب قبول دارن 146 سال بعد وفات آدم علیه السلام. اما قولی صحیح درست چیزی هست که از پیغمبر از صحابی روایت کردن. این نصی صریحه. ابن حبان روایت میکنه در صحیحش از ابی امامه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه مردی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله هل کان آدم نبیان؟ ای حبیبی خدا گفت آدم علیه السلام پیغمبر بود؟ حضرت گفت نعم بله. و گفت فکم کان بینه و بین نوح، فاصله بین آدم علیه السلام تا زمان نوح علیه السلام چی مقدار بود؟ حضرت گفت 10 قرون، 10 عصر، 10 قرن. همین قرن در زبان عربی اگه معنی های زیاد داره، نگه هم معنی هایی که در حساب سال و ماه اگر بگیرید یکیش بسیار معمول است بین خدمت. میگن یک عصر 100 ساله یا یک قرن، ولی میگن قرن 21 شدیدن به حساب میلادی. اگر به شرطی که به همه 100 سالگی بریم هر قرنش بگیم 100 ساله، فاصله بین آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام 100 سال 1000 سال میشه. لیکن همچنین قرن در زبان عربی به معنای جیل میآید، به معنای پکلینی. اگر با پکلینی بگیریم 10 پکلینی ما ای زیادتر میشه. برای در زمان نوح علیه السلام مردم عمری دراز میدیدن. رنگ ما وری 40 50 نبود عمری بود، بین 60 70 نبود. این بچه 1000 سال عمر میدیدن. اگر همین 10 پکلینی بگیریم خیلی زیادتر میشه. به هر وجه صورت الله اعلم 1000 سال دست کم نیست. خب نوح علیه السلام مدتی به قول ابن کثیر 40 سال در بین مردم زندگی کرد. در 40 سالگیش خدای تعالی با پیامبری مخصوصش کرده است. همه روایتی که ابن کثیر قبول داره میگه در 40 سالگیش حضرت نوح با پیامبری مخصوص شد. نگه اینا تاریخ طبری دبا دیده. امام طبری یک روایت که میگه در 350 سالگیش با پیغمبری مبعوث شد. یک روایت دیگه میگه در 480 سالگیش. اگه از بس که اکثر پیغمبرها در همین 40 سالگی مبعوث شدگیان، اکثریت همین گمان میکنم که همین چیزی که ابن کثیر پیشنهاد کرده است درست‌تر و خوب‌تره. مدتی 950 سال قومش دعوت کرده است. 950 سال این یگان اختلاف نداره، زیرا آیه قرآن است. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. خداوند میگه ما نوح علیه السلام میگه رسول قومش مبعوث کردیم به پیغمبر در بینش 1000 سال مگر 50 سال کم. ای 1050 را که کم کنید در 150 950 سال حضرت دعوت شد است. دعوتی بدین کرد، دعوتی به موحدی کرد. گفتیم که وقتی نوح علیه السلام مبعوث به پیغمبری شد علاوه اکثریت مردم کافر بودند. حتی در عائله خود نوح علیه السلام هم بودند کافر بود. حضرت وقتی همین یک قرآن یک سوره داره با نام نوح، سوره نوح. همین دعواهاش التجا و التماساش به سوی قومش میخونی جگرت میریزه. میگه خدای بزرگ که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلنا نوحا الى قومه. ما نوح به سوی قومش فرستادیم که از غضب خدا آگاه شو کرد، از مقصد عذابی که منتظر شو هست آگاه شو کرد. قال یا قوم اینی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون. ای قوم گفت من بیم دهنده آشکارم برای شما، خدا را عبادت کنه، مست نشوه. این مستی آخرش پستی ای، آخرش شرمندگی و رسوایی ای. اطاعت کنه، من پیغمبر خدا هستم. یغفر لکم من ذنوبکم. شما سر تا پا در گناه آلوده، اگر به شرطی که اطاعت کنه خدا را، توبه کنه، خدای بزرگ هم گناههای شما را میبخشه. و یؤخرکم الی اجل مسمی. و همون تقدیری را که براتون تعیین کرده است
عذاب خود چه تأخیر میگذاره تو همون وقتا شما را مهلت میته. این اجل الله اذا جاء لا یؤخر. اما قوم گوشش نکردن، مسخرش کردن، مذاقش کردن. حتی خانواده خودش بعضیاش مذاق و مسخرش میکردن، دیوونه‌اش میگفتن. آخر به سطوح اومد حضرت، دید که هیچ اصلاح نمیشود. بعد پیش پروردگار دعا کرد. قال ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا. پروردگارا من همی قوم شبانه روزی دعوت کردم. شب و روز شبا خواب نمیکردم، استراحت نمیکردم، همی را دعوت میکردم که هدایت بیابن، دعوتشون میکردم که نجات بیابن. ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعایی الا فرارا. از دعوت من فقط میگریختم. ولی هم بعضی بغیرت ها هستن جای امر معروف سر شود آزاد ببینی گریخت. همین کسی که وقتی سخن خدا و پیغمبر گفته میشود به عذر معرکه تر میکنه و میگریزه، خدای تعالی او را حموری مستنفره گفته است که انهم حمر مستنفره. گویا همون خرای رمانده هستند، خرای وحشی رمانده. و این کلما دعوتهم لیستغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. هر وقت دعوتشو میکردم این خونه سلطان میگه چلیکاشون در گوشاشو میانداختن، گوشا را محکم میکردن که صدای مرا نشنون. هر وقت میدیدنم روحاشون میخوردن. هر قدر که التجا و التباسشو میکردم همون قدر غرور تکبر مکر حیله‌شو زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد. همین که از نعمت‌های پروردگار براشو بیان میکنه که ای خانه سوخته، اوه ای مادر تولد شدی خواب نداشتی، همین نعمت الله برا داده است. الله بندگی کرد اما تو چند میگه در همون کفرشو بیشتر و بیشتر و بیشتر اصرار می‌ورزد. حضرت همون نعمت‌های خدا رو بیان شد میکنه که همین زمین در اختیار شما نگذاشته است. اوه نعمت زن و فرزند برا تو نداده است. خونه و در مگر از جانب الله نیسته. اما کسی را خدای تعالی هدایت نکنه هیچ فایدهش نمیکنه. اگر همه پیغمبرها که جمع شوند فایدهش نمیکنه. اخیر گیزله شد. قال نوح ربی انهم عصونی و تبعوا من لم یزیده ماله و ولده الا خسارا. خدایا گفت این بدبختان با من عصیان کرده، عصیان گوش نمیکنن. اینا پیروی همون کثافت‌های کفر را میکنن که مالشو توچد زیاد شده است، نعمتشو میتی فرزنداشو زیاد شده است، هم سرکشی دارن. و قالوا لا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر. دائم میگه قوم را نصیحت میکنن همون کافرها که دیگران را کافر میکنن که ها همون ود عبادت کنه. این ود یک مردی بوده است، یک وقت مردی صالح خوبی بوده است. وقتی میبره در سوگواریش مردم محتم میگیرن، میگه شیطان به صورت انسان ازشون میآید چگریه داره، میگه یک شخصی بسیار بزرگ ای بین رفت همون سوز و گداز همون قلب نرفت است. گفت میخواهی که من هم تمثالی همون را کنم رنگ آدم زنده و بتوه یا هیکلچه شطوری کنم، بیایی در پیش رشته بگیده یادش کنه. قبول کردن. یک تکر دوار وقتی که شماره‌شو زیادتر شد الکی در فرزندای او اومد، گفت که بیایی به هر کدوم تایی درست کنی، خونه دارم بگیره در خونه تو عبادت کردم بگیره چند بخوره. همین خیلی یک انسانی که یک و یک زمان آدم بود او اشتوشته نعوذ بالله بود شده خدا شده. این کثافتون میگه همون را عبادت میکرد. بله مقصد که اینو دیگه اصلاح نمیشوند. پروردگار اینو قبول ندارن اصلاح شویده. و قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. خداوند بزرگ گفت یا نه، مادام که اصلاح نمیشوند، مادام که به سطوح آمدی دعا که دعا تا اجابت میکنه. و گفت پروردگار تخمشون گم کن، از همه کافران یگان دانش در روی زمین زنده نماند. لا تذر علی الارض من الکافرین دیار اینک این تذرهم یضل عبادک. اگر تو اینا را باقی بگذاری بنده های گمراه میکنند.
ولا یلید الا فاجرا کفارا. ای همین کافرو با همین کافر بچه برمده است. ای مور بچه شده است. ولی بی تخم شونن است که پروردگارا وقتی پیغمبر دعا میکنه در حق امت، دعای پیغمبر مثل بمبای اتمی است، همه را زیر زبر میکنه. سبحان الله، خداوند دعای نوح علیه السلام اجابت کرد. همون مردم سرکش و همون مردم بدبخت همش اینا ببینید که فقط هم در یادی تاریخ موندن، پاروی تاریخ شدن و همش غرق شدن مردن برفتن. این برای ما یک آگاهی و هشدار است. خدای بزرگ میگه ها امتای محمد صلی الله علیه و سلم، این همه قوم نوح پیش شما گذروندم، قوم هود پیش شما زندگی کردم. دیده که وقتی سرکشی کردن به چه حال مبتلا شدن. اگر به شرط اطاعت نکنه خدا را، اگر به شرط سرکشی کنه، حالی عربو به سر شما را میگیرد. یکی زنبور می آمد ز خانه، بغایت به قرار و شادمانه. مگر مور چنان دلشاد دیدش، ز قید بندگی آزاد دیدش. بدو گفتا چرا شادی چنین تو؟ یک شیخ عطار میگه که یک زنبور شادی کرده و بز کرده و کیف زبان کرده اومده است. یا موچک بیچاره خروکی زمستانش جمع داره، کتگی او را دید و واهمه او را دید. ای بچه گفت چی کتگی داری، چی واهمه داری، چی خرسندی داری؟ جوابش داد آن زنبور که مور چرا نبود ز شادی بر دلم سور. به هر جایی که خواهم می نشینم، ز هر چیزی که خواهم می نشینم. و موری ابله گفت برای چی شادی نکنم؟ توجه نکردستم، هر کاری بخوام کرده میتونم، شرایط امکانیت دارم، هر کیفی که بخوام برای محیای میرم عبیده در مینا میکنم، اوشینشا میرم در صفا میکنم. با کام خیش میبینم جهان چرا اندوهگین باشم زمانه. اینقدر عروس پر قدای کچه لو زده است، برای چی غم بخورم؟ به همین دنیای دو روزه چی جای غم و اندوهای؟ بگفتین مثال تیری پرتاب، روان شد تا یکی دکان قصاب. گفت بیستم قطیت پت کرده، همونجا در یک دکان قصاب بود است، اتکه کرد. میگه مگر از گوشت آنجا نیمه بود، نیمه یک گوسفند همیتا آویزان بوده. در آن زنبور در زد نیش را زود. این نپرسه اخی رکتای اومد شیشتو اتکه کرد کندستای. همه زد از قضا قصاب سوتر، زیزخمی آن دو نیمه گشت زنبور. قصاب گوشت مایده کردسته. این سوتر هم تبرای مخصوصی قصابا های. میگه قدرت خدای تعالی همین تبر در همین عدل میونش اومد. زنبور ده حصه جدا شد. همین زنبور رو پشر اهمیت داده، کلش همه کنی چند مدت با زنده های. به جنبه هر دو طرفش. پولی جنبیده است. به خاک افتاد، حالی تا خبر داشت، در اومد مور از یک نیمه برداشت. پولی خودش نفهمید از چی گپ شده است که مورچه رسید. سری عرقه کدم نمیشه. خروکی زمستانه میبره آخی. بخاری میکشیدش زار در راه، زبان برداشته میگفت آنگاه. هر آنکو آن کند کو را بود رای، نشیند بر مراد خود همه جای. کسی کو بر مراد خود کند زیست، چطور میرد ببین تا آخرت چیست. همین کسی که انتری کتگی میکنه، کسی خدا را دیگه نمیشناسه، کسی که نعمت پروردگار را میخره و کورنمکی میکنه، همین آخری کارش نمی رنگی کاری تای. حضرت گفت ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا تخمشون نمون. اینک این تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اگر ایو را باقی مانی، با هم تری کافر بچه میزوید، با همین دنیا را پری کافر میکنه. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات. پروردگارا خود به رحمت مغفرت کن، پدر و مادر ما رحمت مغفرت کن، اهل خاندان و مؤمنان را رحمت مغفرت کن. کسایی که خانه من میآیند و مهمانی میآیند، در دین من هستند، در آیین من هستند. ولا تزید ظالمین الا خسارا. اما این ظالمان را کافران را خدایا در همین بدبختی و نگونبختی گفتار می‌دهد. حضرت وقتی که دعا کرد،
خداوند بزرگ بشارتش فرستاد که یا نه آماده شو. من نگاه کرده استم یک کشتی بساز. در تاریخ اومده است حضرت میگه در ابتدا چوب شنود، بعضیا میگن چوبی سوج، در بعضی روایات اومده است چوبی صنوبر. 100 سال نگاه کرد که درختها کلان شدن، درختهای با حشمت شدن. بعدا درختها را اره کرده و یک روایت 100 سال و یک روایت 40 سال حضرت کشتی درست کرده است. می اومدن مذاقش میکردن، مسخره میکردن. تو چی کردستی؟ دیوانه ای تو چی؟ در بین بیابان تو کشتی کرده در برو ریکت حدثه میکنی. حتی همون یک آدم افسانوی اطراف دوغی بسیار میگن یا اوج ابن عنق بوده است خدروز. حتی می اومد که یا نه یک قصیعه چیه تو در روش سواری؟ قصیعه طبقچه اکو خلون که بوده است. این طبقچه را برای چی درست کردی؟ بعدا وقتی که همه درست و آماده شد ندای پروردگار اومد که وقتی که اذا فار تنور، وقتی که تنور جوش زد در کشتی سوار شد. کسی به تو ایمان آورده است داخل کرد. از تمام جاندارا جفت بگی داخل کشتی کرد، نر و ماده بگی داخل کرد. هم حیوانایی که گوششون حلال ای، هم حیوانایی که گوششون حرام ای، هر کدومش میگه جفت بدرو. کشتی نوح علیه السلام بر روایت قتاده میگه 300 زیرا درازی داشته، 200 زیرا پهنی. در روایت حسن بصری میگه حضرت میگه 600 زیرا درازیش بده، 300 زیرا پهنیش. اگر زیرا 50 سانتی متر بگیریم این 600ش 300 متر درازیش بده، 350 متر پهنیش. اما روایت بهتر و خوبتر که از ابن عباس صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنن میگه 1200 زیرا به درازیش، 1200 در 600. ایتا درازرو نبوده است که کشتی ها یازی را کفچک میگن بیده، نویف کفچک. مقصد که پهمیش هم کلون بوده است را، از بس که ویستی تیر میشوه پهم هم بوده است. درازیش میگه 1200 زیرا بود، پهمیش 600 زیرا، بلندیش 30 زیرا بوده است. 30 زیراش 15 متر میشود بلندیش. 3 طبقه بوده است. در طبقه ای همه پایان حضرت حیوان را جو کرد. در طبقه دیوب آدم را جو کرد. همراه نوح علیه السلام با روایت میگه فقط اهل خاندانش بود. خودش، 3 پسرش، 4 کلونش. هم یک پسر سرکشی کرد در کشتی سوار نشد، یوم کنعان. همون نکی زنش ایمان آورده بود سوار شده. اما با قولی درستر چیزی که در تاریخ بیشتر معروف است 80 نفر بودند. اما کسایی که ایمان آورده بودند در طبقه سومش پرنده ها بودند. یکمش حیوانا، دویمش انسانا، ای همه بالا پرنده ها بودند. در اومدن سوار شدن میگه در کشتی. قدرت پروردگار طوفان سر شد. این مردم شوخی میکنند. در خیلی اندکک آب بخیزد. آب خیزیایی که خیلی بوده میشه وقت هم تری میشه اون بلندی یک بجون خلاص بکنیم. دولای بام برویم که در تمام دنیا هم جوشیدن نزد. آسمان به ایست موریده است. بارون قطع نشد. آب بلند شده است. حضرت علیه السلام 4 پسر بود. سام، حام، یافیث و یوم. این یوم در بیبلیا و در کتابای چی کنعان اومده گرد. در بسیاری تاریخ هم کنعانش میگن. همین ما و شما با هم کنعان میشناسیمش. همین کنعان سوار نشد. همین مثلا که پدر این کار میکرد است. این بدبخت. قصه قرآنی ای. حضرت نوح پدر ای آخی دید که فرزند سوار نشده است. این بخشا بیشتر در سرت بگید غضب خدا ای. بیا سوار شو که این بدبخت میگه سرکشی کرد. حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کنه قصه غرق شدن کنعان آورده است. در مثنویش بسیار شیرین آورده است. میگه همچه کنعان آشنا میکرد او که نخواهم کشتی نوحی عدو. بیشتر در سرت بگی بیست یابی کنعانی ابله نشد که آوازی خوب بوده است. من گفت احتیاج به کشتی تو ندارم. حضرت پسر شدید گفت
های بیا در کشتی بابا نشین تا نگردی محو طوفان ای مهین. تا بچه جان بیا در کشتی. بابا پدر اساسا همون پاپایی که رسول میگن هم بابا. بچه بیا در کشتی بشین که غرق میشه. گفت نه من آشنا آموختم، من بجز شمع افروختم. گفت من آوازی را یاد گرفتگیم، رنگ ایت جان نکردم کشتی نکردم، آوازی را یاد گرفتگیم، احتیاج ندارم به کشتی ایتا. های بیا که موج طوفانی بلاست، دست پا و آشنا امروز لاست. یک خانه آباد بیا که این روزی آوازی نیست. این موج طوفانی بلای آوازی خطی خلاص نمیخری. گفت نه رفتم بران کوهی بلند، آسیم است آن کوه مرا از هر گزند. گفت همین آوازی کردم با بالای همون کوه میرم، اگه دروغه که آب اوجا را برسه. های بیا که کوه هست این زمان، جز حبیبی خیش رو ندهد اما. ای خانه سوخته این کوه امروز رنگی که های آخی از جانب پروردگار وعید آمده است، همه را نصف میکنه غیر نوح علیه السلام و مؤمنایی که در کشتی هستند. بیا کتنگی نکن، بیا سوار شو. گفت کی من پندی تو بشنودم که گمان کردی که میزین دودم. کی گفت من با گپی تو عمل کرده بودم که امروز میکنم. و تو در نظری من حال جمعه دیوانه ای. نعوذ بالله. و همین ببینه که فرزند تحقیرش کرده است. اما این فرزند اگر توده خاکستر است، لخت دل پدر و مادر است. دل میسوزه آخی. بیچاره با التماسش کرد. های بیا بابا که روزی ناز نیست، مر خدا رو خیشی و انباز نیست. بچه بیا که این پروردگار با کسی قرابت خیشی نداره. لم یلید لم یولد است او از قدم، نه پدر دارد نه فرزند نه ام. اوی خدایی که گفته از لم یلید و لم یولد، نزاد کسی رو نه از کسی زایده شد، اوی با کسی قرابت نداره. تو نگو که من بچه پیغمبرم خداوند نجات میده. جز خضوع و بندگی و استقرار اندرین حقیقت نداره. اینجا جای غرور و تکبر نیست. همون شیطان به همون علمی که داشت، به همون عباداتی که داشت، غرور و تکبر وقتی پیشه کرد رانده شد، رجیم شد. اندرین گفتم بدن که موجی تیز در سری کنعان زده شد ریز. همین وقت میگه یه موجی کلون اومد، اون بعضی موجش ای نهی تجوره کلون ایوخی اومد همینطور محکمش کرد، غرق شد. میگه حضرت نگاه دارم، فرزندش در پیشش غرق شد. میگه با التجا به خدا مراجعه کرد. گفت یارب وعده کردی بارها که بیابد قومت از طوفان رها. دل نهادم بر امیدت من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گیریم. پروردگار آخی گفت وعده کردی که من اهل بیتی تو را نجات میتم، من امید داشتم. او در پیش فرزندم غرق شد. گفت او از اهل خیشانت نبود، خود ندیدی تو سفید او کبود. یا نوح اینه لیس من اهلی، اینه عمل غیر صالح. این نوح گفت این اهل بیتی تو نیست، این فرزند نوخلفه. شرط نیست که ای زینا شوه فرزند که نوخلف شوه. همین فرزنده که پدر اطاعت نمیکنه، ای فرمان پدر سرپیچی میکنه، ای پدری صالح، او بدبخت هم حق فرزندی نوخلف داره. مثل ای حرامزاده را بدتره. حرامزاده گناه نداره بیچاره، گناه پدر و مادره که حرامزاده تولد بشه. اما این فرزندا، این بدبختا حکمشون هم حرامزاده را پستر میشه. خداوند گفت اهل بیت تو نیست. حضرت همین قضیه قشید سرکش خم مصیبت فرزند سو از بینه. حضرت خداوندی پیغمبر صلی الله علیه و آله دید. گفت یا نوح گر تو خواهی جمله رو زنده گردانم برارم از سرو، بحر کنعان دلی تو نشکنم، لیک از احوال آگاه میکنم. یا نوح گفت زیخ نشگو، دعا که با همه کشتگی رو ایسایی نو زنده میکنم. او در پیش قدرت پروردگار ای چیه؟ من برای یک کنعانی بدبخت شده هیچ وقت را ناامید نمیکنم، زیقت نمیکنم. نه که بفهم که حکم الله همیه. این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم. بنده های صالح و خوب البته به رحمت خدای تعالی نایل بشوند، اما این بدبخت های سرکش عاقبت کارش همیه. این حضرت پیغمبر خدای
پیغمبرو بعدهای برگزیده الله هم حضرت خداوندی از بین این میلیارد تریلیون ها پیغمبرو را انتخاب کرده است اینا همه برگزیده گفت نه روزی هم که تو مرا همکنی که اگر باید تو پروردگار چجای فرزند به خدا قسم اگر حوضی خدمم غرق کنی من روزی هم تیانشان در تیانشان اینا کوه تیانشان در بلندی 6-7 هزار متر از سطح بحر استخوان و مقصد سکلتی اکولا یفته اکولا نو اکول مگه در کوه تیانشان یعنی مقصد که این طوفان اینا طوفان جهانی است تمام دنیا را فرا گرفته بله این سمیر میپتوب این فقط یک موضوع نیست یا موضوع میشه دیگه همه نجات بیفته لطفت بجی ای عجب من عاشق این هر جزی من پروردگار رو هم عاشق لطف و مهربانی تو هم عاشق قهر غضب قصه کوتاه کنعان هلاک شده زن حضرت نوح علیه السلام در همین آن هلاک شده است ای اهل بیتش 3 پسرمان سام حام یافیس و 4 کله‌اش همین زن کنعان هم ایمان آورده بود در کشتی بود خیلی مدت اخبار متفرقه اومده است که چند خل گشته بعضی 6 ماه گفتن طول کشید 6 ماه در بالای آب بودن آخر الامر خدای بزرگ وقتی که دیگه در دنیا غیر یعنی کسایی که در کشتی بودن یک اون جاندار زنده نموند همه غرق شد همه هلاک شد حکم پروردگار که جاری شد امر شد و قیل یا ارض ابلعی ماءکی امر شد که ای زمین آب فرو بکش و یا سماء و اقلعی ای آسمان باریدن بس کن و غیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی آب مگه کم شد آب فرمادن گرفت بارون بس کرد دیگه باریدن تای کشتی نوح علیه السلام در که جودی در زمین رسید در زمین شد این که حدوده همون کرده در زمین شد ولی که جودی را اطرافش سخن زیاد هست بعضی میگن این که هست که در موصل هست بعضی میگن که در این همی کردستان هست در عراق حتی بعضی عرارت هم گفتگی هم ولی در بیبلیه عرارت اومده که عرارت که بگیم که در عراق و ترکیه هست اونم به هر وجه صورت همین گیتلر همون نویف کفچه ای کسافت نکفته یک ده اکسپیدیسی عربایی کرده اکنه نمیدونم چه اصل داره این اینترنت فیکاش بسیاره میگه به هر وجه صورت همون اچیوید نه نیویرایت نه در دورای سویتی هم تری برنامه ها بود که میگن که از کیهان چیزی ببینن مثل همون کفچک یکی وقت اکسپیدیسی رو میکنن نمیومن همون میگن با کیلوگرم شولی رامون دست این گیتلر اگه فهمیده بود است که کسی اگر نویف کفچک بیوه حکمران جهان میشود برای همون ده اکسپیدیسی رو کرده بود است همین یوتیوب میرم چیز شفاف دارم میرم تو هم سو میکنی حضرت میگه یک زوغ عمل کرد بود به پرک و ببین همون جوی خشکی هست این زوغ خونه سوخته رفت یا جوی هم مردو را دید همین دیگه هم بلای هم مردو داشتید دیگه حضرت اینا هم فراموش کرد کشتی را فراموش کرد نه اومد دیگه بعد میگه یک کفتر را عمل کرد کفتر رفت چند مدت پس میگه در دهنش یک برگی توزهی درختی زیتون اومد یک مقصد علاقه درختو پیدا شدیم بلوی او خوشخبر اشاره که ایشون بفرویه میشود دیگه زمین پیدا شده برای همین کبوتر هم ببینه که عزیزی هر خاندان کودککا قدشو بازی میکنن لیکن این زوغ همه شو میبینن زوغ واری بسیار قرق نکرد ای پشت زوغ کجا میره گه خری میگه که بین مردم بسیار رویج است زوغ در یگان اپیزود و در یگان فالکلوری دنیا چیزی خوب نیست همه جا داریم بدش میگن فقط قصه کوتاه میگه وقتی که فرمودن همه نسل هایی که در روی زمین هستن همه اولاد نوح علیه السلام ابن کثیر میگه که اصلا همه 80 نفری بودن که یگان تا همه این دوست نمونده است و استثنای همین 3 فرزندی
نوح علیه السلام سام پدری آدم یوروپی پدری عرب پدری عجم هم پدری اینای زنگی های نگرویدو حبشی ها یوفیس پدری اینای منگولویدو های همون تاریخچی رو ترکا قطعی مغول ارالش میکنن و خنا میفهمن ایتنا میفهمن که اگر اصل بگیریم ترک یوروپیید میشه بعد میگن اتروک یوفیس میگن پدری ترکو های در اصل پدر ایرانی قوم قبایل مغول شکل ایندکیتای است که همون مردم های همیو پیدا شدن زبانو را متفرقه شدن تا زمان نوح علیه السلام تمام مردم کره زمین شمارش رو کم به دست آورد همین یکی از حکمتایی که عمری دراز داشتن که همین بود که مقصد آدم کم بود خدای تعالی همین عمری دراز شد دادن بود که زمین آبادان باشه کار کنن آباد کنن فرزند بزوین فرزند زیادتر بزوین الان بعدا وقتی که شماره آدم ها زیاد شد عمرشون هم کم شد حکمتش در همین و نوح علیه السلام با روایت صحیح تر است ابن کثیر از حضرت عبدالله بن عباس روایت میکنه میگه بعدی همون طوفان باز 60 سال دیگه زندگی کرده است 60 سال اگر با همین روایت بگیریم حضرت نوح علیه السلام 1050 سال عمر دیده 40 سال تا بعثت پیغمبریش 950 سال زمان پیغمبری و دعوت شد 60 سال بعد طوفان و بعد هلاک شدن مردم همین روایت صحیح ترش هم میاد روایت خیلی از زیاد اومده است امام طبری میگه که بعدی همون طوفان با 350 سال دیگه عمر دیده است اگر همون حساب را که از امام طبری آوردیم که تا بعثت 350 سال عمر دید بعد 950 سال دیگه دعوت کرد با 350 دیگه عمر دید اگر این را حساب کنیم 1650 سال اگر اون روایتی که میگه 480 سالگیش در پیامبری مبعوث شد او را اگر بگیریم والله اعلم 1780 سال میشود اما همین روایتی که از ابن عباس آوردن همین را ابن کثیر ترجیح داده است که 1050 سال بود عمر حضرت 40 سال زمان تو پیغمبری شد 950 سال زمان دعوت تبلیغ شد تا طوفان 60 سال دیگه بعدی طوفان خداوند نوح علیه السلام رحمت مغفرت کنه فردا روز قیامت در زمانی که مردم در تهلکه آفتاب پایان شده است مردم در آب و عرق خیچ و غرقه شدن حتی عرق میگه لجام شو زده است که دیگه دهنشون آب کردن نمیتونه نزد آدم علیه السلام حضرت آدم میگه که خداوند من ام کردم از خوردن میوه همون درخت من سرکشی کردم خوردم امروز میترسم نزد نوح علیه السلام بره نزد حضرت نوح علیه السلام اومدن حضرت نوح علیه السلام گفت که این ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله و لن یغضب بعده مثله خداوند بسیار غضبناک کرد همین خیلی غضب دوره که هیچ وقتی خیلی غضبناک نبود و هرگز هم خیلی دیگه غضبناک نمیشود و این قد دعوت علی قوم من دیگه خجالت میکشم بود من خداوند گفت یا نه دعا کن من دعا کردم که ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خداوند همشان نیستن ولی برام بگم که همین غمی جون همی را بخ در بین هم قومای خود مستن کو من از شهر میدارم نزد ابراهیم بره حضرت ابراهیم نزد موسی شو فرستاد حضرت موسی نزد عیسی پسر مریم شو فرستاد حضرت عیسی علیه السلام نزد محمد صلی الله علیه و سلم حضرت وقتی که نزد حضرت اومدن که تو حبیب الله هستی انظر الى ما نحن علیه تو نگاه که ما چه حالی داریم پیش پروردگار طلب اشفع لنا ربنا پیش پروردگار طلب شفاعت کرد حضرت میگه که از جان قایم میشم زیر عرش پروردگار میرم سر در سجده میگذارم خدا را با چنان جمله های فصیحی مدح ستایش میکنم که هیچ کس در دنیا هرگز هم ستایشش نکرده است سر در سجده حضرت خداوندی میگه که ارفع رأسک ای حبیبی من سر تبر سل تعطى و اشفع تشفع سر تبر دار
چیزی طلب میکنی طلب که میتونم کسی را میخوایی طلب شفاعت چه من روزی من قبول میکنم امروز روزی سربلندی تای روزی سعادت تای روزی خوشبختی تای روزی افتخار مسلمان ها های که مسلمان ها از پیغمبر شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم از امتاش افتخار میکنه الله اکبر و حضرت سر برداشت با امتی یا ربی امتی یا ربی پروردگار شفاعت امت طلب عجب یک نعمتی را خدا برای ما دستی را ببینه در خبر است میگه که فرد روز قیامت خداوند متعال نوح علیه السلام همراه قوم دعوت میکنه میگه به حضرت نوح مراجعت میکنه که یا نوح هل بلغت تبلیغ کردی رسالت رسولی شو میگه نعم یا ربی بله پروردگار رسول شد بعد به قوم مراجعت میکنه خداوند متعال که اویا همین تبلیغ تو کرد هل بلغکم میگن نه ما یکون پیغمبر رو ندیدیم ما هیچ چیزو خبر نداریم و حضرت نوح علیه السلام میگه در دعوت شاهد داری حضرت میگه دارم کیه شاهد دار میگه محمد صلی الله علیه و سلم امتی محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد میکنه همینجا حضرت حدیث گفته بعد اولی قرآن تلاوت کرد مقصد به خدای تعالی میگه که فکیف جئنا و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا مترفر در روز قیامت بالای همه امتها و همه قوما همچه شاهد قایب میداریم که تو شهادت بر ایمان شو میدی شهادت بر صدق گپ شو میدی شهادت بر دروغ گفتن شو میدی الحمدلله رب العالمین ما مسلمانان نوح علیه السلام دوست میداریم نسبتش محبت داریم پیامبری بزرگ بودنش اقرار داریم همین بزرگی اسلام و مسلمانان را در امیه تمام پیغمبران را قبول داریم تمام کتابا را قبول داریم از همین خاطر است که یگانه ملت موحد در دنیا مسلمانان هستند واقعا قصه پیغمبران را در یک لحظه و دو لحظه گفته نمیشود معذرت بخواهم که صحبت شاید به درازا کشیده باشد لیکن اگر بخواهی که یک معلومات کافی بگیری مجبوری خود گوش کنی و همین گپای هوایی و مقصد که چیزی که اصل نداره گوشمون را پر کردیم ذهنمون را پر کردیم یا جدا یک گپ میگوی گپ موضوع میگفتم از اوق مسخرت میکنم برای همین سعی کردیم که از کتاب‌های موثق همین تاریخ اندک مفصل‌تر را کشید براتون بیان کنیم پروردگار محفل مون محفل خیر صحبت مون صحبت مؤثر گردون نه صحبت‌های بی تاثیر من بابای حجی را حجی خیربینا از جمعی بلا و درزنده حفظ کنم همه خیلی که برای بنده‌های طرف محفل خیر نان طعام آماده کرده است ضیافت تشکیل کرده است فرد روز قیامت و نامش و نام اهل خاندانش و نام مهمانای مکرمش که در این محفل خیر شرکت دارند در جنت المأوا ضیافت ها تشکیل دارند پروردگار را جمیع پیغمبران خاصتا رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما راضی گرداند خداوند و غیرت همت بده که به دعواهای بندگی به دعواهای امتی به دعوای پیروی مذهب مستقیم باشیم ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر